الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. در ادامه قرائت و تعلیق بر کتاب مختصر ثلاثینیه شیخ محمد مقدسی حفظه الله تعالی رسیدیم به خطای 28 صفحه 135 از این چاپی که جلوی دست ما هستش. خطای 28 فقط یه خلاصه من خدمتتون عرض کنم. اونم این که میگه چی؟ تکفیر مخالفت کننده به اجماع بدون تفصیل قائل شدن. میگه آقا عده‌ای هستند که هر کسی که با اجماع مسلمانان مخالفت بکنه اونو تکفیر میکنن. میگه این خطا هستش. چرا؟ چون باید در اون تفصیل قائل بشی. باید بگی کسی که با اجماعی مخالفت میکنه که اجماعی معلوم من الدین به ضروره هستش، یعنی اجماعیه که بزرگ و کوچک امت اسلام اون رو میدونن و متواتر نص بر اون وجود داره. خب کسی با این اجماع مخالفت بکنه برای میگی کافر هستش و کفره. اما اجماع هایی هستند که فقط خواص علما اون رو میدونند. خب در مسائل فقهی یا حتی بعضی از مسائل عقیدتی یا بعضی از مسائل مثلا اصول فقه، نمیدونم لغت و فلان قضایا، با این این اجماعات که فقط خواص علما و متخصصین رو میدونن، میگه کسی که با این اجماع ها مخالفت بکنه کافر نمیشه. در نتیجه از خطای تکفیر اینه که بین این دو تا اجماع چی خلط حاصل بکنیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خطای 28 تکفیر مخالفت کننده با اجماع بدون تفصیل قائل شدن. و همچنین از خطاهای تکفیر هر کسی است که با اجماع مخالفت کند بدون تفصیل و بدون توجه به آنچه پیرامون اجماع و امکان منعقد شدن آن و امکان علم به آن و ثابت بودن و دلیل بودن آن در هر دو نوع اجماع صریح و اجماع سکوتی وجود دارد. صواب در این باره این است که بجز کسی که اجماع معلوم ثابت قطعی را که مستند به نص شرعی صحیح است تکفیر نشود، انکار کننده این اجماع یا معارض آن به خاطر انکار نص واضح معلوم تکفیر می شود، برخلاف کسی که اجماع مزعوم که استنادش معلوم نیست را رد کند. ادعاهای اجماع زیاد هستند که مدعیان آن در آن تساهل ورزیده اند و اثباتش مشکل است، چه برسد به اجماعات سکوتی یا اجماعهایی در مورد ادعای اهل بدعت. اجماعهای معلومات ضرورتی دین را به آن اضافه می کنم که جای تکفیر کردن است، یعنی آنچه آشکار و متواتر و نزد خاص و عام معلوم است. و این اجماعها از جنس مسائل خفی نیست که جاهل به آن معذور دانسته شود. نووی در تعلیقی بر اطلاق قول رافعی بر تکفیر انکار کننده اجماع میگوید امام رافعی قول به تکفیر انکار کننده اجماع را به مطلقی آورده است، در حالی که این گونه نیست، بلکه هر کسی اجماعی را که درباره آن نص وجود دارد و از امور آشکار اسلام است که خواص و عوام در شناخت آن مشترک هستند، مانند نماز و زکات و حج و تحریم خمر و زنا و مانند آنها را رد کند کافر است. و هر کس اجماعی را انکار کند که جز خواص آن را نمی‌داند، مانند استحقاق 1/6 ارث برای دختر پسر همراه با دختر سلبی و تحلیل نکاح زن عده‌دار و انکار اجماع اهل زمانی بر حادثه معین، کافر نمی شود. روضة الطالبین. شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید و علما در مخالفت با اجماع اختلاف دارند. آیا کافر می شود؟ دو قول وجود دارد. درست این است که اجماع معلوم مخالفش کافر می گردد، همانطور که مخالفت کننده نص با ترک نص کافر می شود. اما این در مواردی است که نصی درباره آن اجماع ثابت باشد و اما علم به ثبوت اجماعی که درباره آن نص وجود ندارد حاصل نمی شود و در این صورت تکفیر به خاطر غیر معلوم ممتنع و نشدنی است. مجموع الفتاوی. و خلاصه مخالف اجماع صریح وقتی تکفیر می شود که شروط زیر را داشته باشد: 1.
اجماع صریح و صحیح باشد آنگونه که گفتیم. 2. معلوم و قطعی و ثابت باشد. 3. باید این اجماع مبنی بر نص صحیح معلوم باشد، یعنی دلیل شرعی داشته باشد، به طوری که منکر این اجماع انکار کننده نص معلومی باشد. الله تعالی می فرماید و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. ترجمه: و از میان اینان که اهل مکه و مشرکان عرب هستند همچنین کسانی بدان ایمان دارند و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند. عنکبوت آیه 47. 4. اجماع در چیزی باشد که از معلومات ضروری دین است، یعنی از مسائل مشهوری باشد که عوام و خواص در شناخت آن مشترک هستند و از مسائل خفی نباشد که فقط خواص علما آن را می دانند. در این گونه مسائل قبل از تکفیر باید اقامه حجت و بیان صورت پذیرد. 5. انکار کننده اجماع تازه مسلمان نباشد یا بادیه نشین دوردست نباشد یا از این جمله کسانی نباشد که حجت به آنها نرسیده است و به خاطر این گونه دلایلی گاهن مسائلی معلوم و مشهور بین عموم مسلمین بر وی پوشیده می گردد. و در ختام این که شیخ الاسلام در سخن درباره آیه 115 سوره نساء و من یشاقق الرسول میگوید و این آیه دلیل است که اجماع مؤمنان حجت است، از این جهت که مخالفت با آن مستلزم مخالفت با رسول است و هر آنچه که در آن اجماع کنند باید نصی از جانب رسول بر آن باشد. پس هر مسئله‌ای که اجماع قطعی بر آن باشد و منازعی در بین مؤمنان نداشته باشد، پس آن اجماع از جمله اموری است که خداوند هدایت را در آن تبیین فرموده است و مخالف این اجماع کافر می شود، همانطور که مخالف نص آشکار کافر می گردد. اما هرگاه گمان اجماع بود و قطعی نبود، در اینجا قطعی نیست که هدایت از جهت رسول در آن تبیین شده باشد و مخالف این نوع اجماع گاهی کافر نمی شود، بلکه گاهی گمان اجماع خطاست و صواب در مخالفت این اجماع است و این فصل الخطاب درباره اجماع است که مخالف چه اجماعی کافر می شود و چه اجماعی کافر نمی شود. مجموع الفتاوی. پس در فرق گذاشتن بین مخالفت با اجماع قطعی و ظنی تأمل کن و در گفته‌اش تأمل کن که مخالفت با اجماع قطعی مخالفت با رسول حاصل می شود. بنابراین مخالفت این اجماع مخالف این اجماع کافر می شود و بنابراین اجماعی که استنادش معلوم نیست و اصل صریح یا دلیل صریح ندارد مانند بسیاری از اجماعهای ادعایی یا اینکه از مسائلی است که معلوم ضروری دین مسلمانان نیست، پس در این هنگام تکفیر معارض یا مخالف این اجماعها تکفیری به الزام را نتیجه می دهد که محل لغزش است و تکفیر در این باره جز بعد از اقامه حجت با تعریف لازمه قول برای شخص و التزام وی به آن صحیح نیست. بارک الله فیک. فقط یه نکته میمونه که خیلی ها ادعای اجماع دارند در حالی که چی؟ در این قضیه اجماع اصلا هیچ مستندی هم ندارند. من یه بار با یکی صحبت کردم و گفت که بر فلان مسئله اجماع وجود داره. گفتم کی این اجماع رو نقل کرده؟ گفت خب من هر کسی رو خوندم این قضیه رو اینجوری تبیین نموده. گفتم چی خوندی؟ از چند تا عالم خوندی؟ گفت فلانی و فلانی و فلانی. اینو گفتم برادر من تو فقط فلانی و فلانی و فلانی خوندی، یعنی تمام امت فقط این سه تا هستند، در حالی که اونا هم اجماع اصلا نقل نکردن. امت از زمان صحابه تا حالاتی امت اسلام حساب میشه. خب نباید تو فقط اینکه مخالفش رو ندیدی اونو اجماع چی بنامی. به هر حال توضیحاتی هم چی داد شیخ در این مورد که توضیحات مفیدی بود و خلاصه این که مخالف اجماع به صورت مطلق تکفیر نمی شود، اونم اجماعی که ثابته، بلکه مخالف اجماعی تکفیر میشه که تمام خواص و عام مسلمان ها اونو چی میدونن. و صلی الله وسلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.